آقای داورزنی سلام. منم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم آقای. خیلی متشکرم. بفرمایید. خب آقای داورزنی، خب شما از نزدیک در واقع شاهد بازی‌ها هستید دیگه در ژاپن. اول می‌خوام نظر خودتون رو در اصل عملکرد تیم ملی والیبالمون ببینم و چرا انقدر دور از انتظار بود. عرض کنم خدمت شما قبل از هر چیز جا داره که من از ملت بزرگمون عذرخواهی بکنم با توجه به اینکه به هر ترتیب والیبال کشور در سطحی از جهان حضور داره که توقعات عمومی این بود که بتواند عملکرد بهتر از این داشته باشه. مردم بزرگوار ما میدونن که تیم ملی والیبال ما در سال گذشته و سال ما قبل اون چه با برزیل بازیایی که انجام داد و چه با امریکا که انجام داد و چه با تیم روسیه توانمندی خودش رو نشون داده به جام. ولی عملکرد تیم ما در مسابقات جام جهانی که اتفاق افتاد عملکردی بود که بر ترتیب میبایست مورد ارزیابی دقیق قرار بگیره و بعد از این مسابقات که فردا آخرین روزش تموم خواهد شد ما در تهران کمیته تخصصی رو شکل خواهیم داد، نه تنها برای تیم ملی بزرگسالانمون بلکه برای تیم‌های امید و جوانان و نوجوانان اون هم شامل خواهد شد، با توجه به اینکه آنچه که کادر فنی در بزرگسالان به خصوص نیاز داشتن فدراسیون والیبال تدارک دیده بود. همه برنامه‌هایی رو که کادر فنی درخواست کرده بود ما حمایت کردیم و عملیاتیش کردیم. مشکلی از بابت حمایت‌های فدراسیون والیبال وجود نداشته. خب طبیعتاً هنوز ناامید از کسب سهمیه المپیک نیستیم، به لطف خدا امیدوار هستیم. قطعاً تلاش خواهیم کرد که با بررسی که انجام خواهیم داد طی یکی دو هفته آینده اقدامات اصلاحی لازم رو انجام خواهیم داد. آقای داورزنی ببخشید، حالا این اقدامات لازم چون زمانمون کمه، ما از قول شما شنیده بودیم که امکان تغییر تو کادر فنی وجود داره. این اتفاق میفته یا نه؟ ببینید، هر تصمیمی که ما در کمیته کارشناسی بگیریم شامل همه چی خواهد شد. خب یعنی کادر فنی احتمال تغییرش عزم فدراسیون و همکاران من در فدراسیون این هست که بتوانیم تنها هدفی که باقی مانده از والیبال کشور و اون کسب سهمیه المپیک است و حضور در مسابقات المپیک رو عملیاتی بکنیم. طبیعی است که برای تحقق این موضوع هر اقدامی که لازم خواهد بود که بتوانیم به اون خواسته برسیم و به اون هدف برسیم انجام خواهیم داد. این برمیگرده به بررسی هایی که ما در کمیته کارشناسی و کمیته تخصصی انجام خواهیم داد. درست. آقای داورزنی ببخشید، گزینه‌ها رو دنبال خواهیم کرد. بسیار به بحث اینکه برگردید تهران این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ یعنی کادر فنی تغییر میکنه یا نه؟ همین خواهد شد. یعنی ما هفته آینده کارگروه رو تشکیل خواهیم داد و بررسی دقیقی از عملکردها رو دنبال خواهیم کرد، چه برنامه‌های به اصطلاح اردوهایی که انجام شده، چه برنامه بدنسازی، چه برنامه‌های بازی‌های تدارکاتی و چه اتفاقاتی که در حین اردوها و مسابقات مختلف ما در لیگ جهانی، در جام وگنر، در بازی‌های تدارکاتی و در همین مسابقات جام جهانی که انجام شد و به هر ترتیب دور از انتظار بود عملکردی که اتفاق افتاد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و انشالله اقدامات اصلاحی لازم رو انجام خواهیم داد که خدای نکرده سهمیه المپیک رو از دست ندیم. تیم ملی والیبال ایران که در رقابت‌های جام جهانی در ژاپن پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شده، صبح امروز در دهمین بازی خود مقابل کانادا هم شکست خورد تا با 7 شکست در بین 12 تیم در جایگاه 8م قرار گرفت. شروع خوبی نداشتیم. اینجا یه مقدار از نظر روانی تیم ما به هم ریخت. چه بسا اگر ما بازی اولمون رو با برد شروع کرده بودیم خیلی نتایج فرق می‌کرد. ما هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ ذهنی کاملا برای حضور در چنین مسابقاتی تدارک ندیده بودیم. این ایراد داره تیم افت و خیز داشته باشه. این ایراد داره ما خوب تهییج نشده باشیم. این ایراد داره که ما انگیزه بازی کردن نداشته باشیم. در بسیاری از پست‌ها انگیزش‌های رقابتی وجود نداشت. تو مسابقات لیگ جهانی، تو مسابقات جام جهانی، الان هم این مسابقاتی که پشت سر گذاشتیم یه سری ضعف‌های فنی داشتیم. ما در برابر تیمایی که خوب سرویس زدن
خیلی زود تسلیم شدیم. تو دریافت مشکل داشتیم. بازیکن‌ها به نظر می‌رسید که به نوعی در زمان وقت استراحتایی که نشون میداد کاملا مشخص بود خیلی تابع و مطیع مربی نبودن. دستمون رو شده برای تیم‌های دنیا. باید یه مقدار حرفه‌ای‌تر کار بکنیم، تمرکزمون بذاریم فقط به اون رشته‌ای که اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم. آقایی که گرفتار بنبست تاکتیکی میشد هرگز راهکاری برای برون رفت آقای کادر فنی نداشتن برای این تیم. ما یه بازی دیگه با مصر داریم، حالا هر نتیجه‌ای میخواد بیاد. عملکرد تیمی ما خوب نبوده، تیم یه مقدار بی انگیزه بود، به نظر من خسته بود. اون شادابی که یک تیم باید برای بردن داشته باشه نداشت. تیم ملی والیبال کشور اون برای حضور در رقابت‌های المپیک 2016 یک شانس و یک رقابت بزرگ دیگر رو پیش رو داره. مسابقات گزینشی که اردیبهشت ماه 95 در ژاپن برگزار میشه. من فکر میکنم که تیم ما توانایی رفتن به المپیک رو داره، ولی مطمئنا نه با این کادر فنی. ما 2 سال داریم، 1.5 سال داریم درجا میزنیم، رشدی نکردیم، پس رفتیم. بنابراین ما والیبالون با توجه به ظرفیتایی که داره ما راه پیش داریم. بنابراین اگر راه پیش داریم باید تغییر تحولات بریم. ضمن که در بحث بازیکن هم به نظر من باید یک فضای رقابتی بیشتری نسبت به گذشته فدراسیون والیبال اعمال بکنه تا بازیکن‌های از یه حاشیه امنیتی که الان دارن بیرون بیان. من معتقدم که اگر به این نتیجه رسیدیم که کادر فنی ما برای ادامه کار این توان رو نداره، امروز به فردا ما نباید بندازیم. زمان رو نباید از دست بدیم. انقدر تو ژاپن بد بودیم که رئیس فدراسیون والیبال هم رسما به خاطر عملکرد ضعیف والیبالیستامون عذرخواهی کرد. تیم ما به المپیک که نرسید هیچ، بین 12 تا تیم شد 8م. ضعف فنی ما کسی اون عملکرد خوبی رو نداشت. تیم ملی ما در این دور از مسابقات جای هیچ دفاعی نداشت. ترس آقای کوچ برای تغییر مشخص شده در تمام بازی‌ها. نتونست یک نوآوری در تیم داشته باشه. تصمیم گیری های مهم رو در لحظات حساس از سرمربی ندیدیم. انگار خود کوچ هم غرق بازی بود. با تیم فقط تماشاگر میشه، میشینه میبینه اتفاقات بعدی رو. دچار یک کار کلیشه‌ای شده. چرا محدود کردیم به تعداد بازیکن؟ بیایم تغییر بدیم، این انگیزه رو بالا نگه داریم. چه اتفاقی میفته؟ بعضی از بازیکنان رو به اندازه بازیکن‌های افسانه‌ای بزرگ می‌کنیم، امروز نمی‌تونیم جلوشون وایسیم. این نقد رو از کارشناسان دیگه هم شنیدیم. درست یا غلط معتقدند ضعف‌های کوچ زمینه‌ساز دخالت فنی برخی بازیکنان شده. وقتی آقای کوچ اشاره میشه مثلا تعویض رو انجام میده، یعنی چی؟ یعنی تاثیر بازیکنه. دیگه هیچ وجهی بین بازیکن‌های ما نداره. شما از کجا میدونید که الان این فرصت به بقیه بازیکن‌ها ندیم؟ یه سعید معروف دیگه نداشته باشیم ما. ولاسکو اومده، شما دیدین سعید معروف با اون همه عظمت و ابهت خط زده، آب از آب تکون نخورده. صحبت از اختلاف و جدایی برخی بازیکنان هم که کم نبود. خیلی از مردم اولین بار باشه که میشنون که در تیم والیبال ایران اختلافات داخلی وجود داره. میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ ببینید، اگر کادر فنی نتونه نظرات خودش رو اعمال بکنه، اینجا هر کسی برای خودش یه مدیر میشه که این در والیبال الان داره شکل میگیره. بازیکن‌ها چون اعتماد کافی و اعتقاد کافی با آقای کوچ ندارن، به در برخی جهات ممکنه دخالتایی داشته باشن. خلاصه اینکه 4 برد و 16 ست پیروزی پایان کار ما بود، اونم در میدان بزرگی که به گفته کوچ شاگرداش انگیزه موفقیت نداشتن. چه کسی باید این انگیزه رو بالا نگه داره؟ مردم؟ به کادر فنی؟ باید افرادی که مرتکب این جریه دار شدن، غرور شدن، پاسخگو باشن. آیا تیممون احتیاج به یک تغییر یا شوک داره؟ 100% داره. آقای کوچ هیچ چیز دیگه برای والیبال ملی ما نداره، اما اگر قراره بریم مربی ضعیف‌تر ازشون بیاریم بهتره بمونه. شایدم پول و پرداخت‌های آنچنانی مانع جدید درخشش ستاره هامون. دارن میلیاردها میگیرن دیگه. برای تیم ملی خواهش میکنیم بذارین این تعصب ملی بمونه. ما منتقد نیستیم، ما همراه تیمیم. ما وقتی یه مشکل رو می‌بینیم دلمون بالا تیم میسوزه. حالا فقط یک ایستگاه دیگه برای رسیدن به المپیک خواهیم داشت. اردیبهشت ما باز هم به ژاپن و سرزمین آفتاب تابان سفر میکنیم تا شاید طلسم نرفتن به المپیک رو بتونیم بشکنیم. بررسی عملکرد افت نتایج دور از انتظار بلند قامتان والیبال کشور در جام جهانی ژاپن در گزارش همکارم آقای پورحسینی.
روزهای ناخوش احوالی بلندقامتان. تیم ملی والیبال کشورمون با یک پیروزی 3-0 مقابل مصر به کار خودش در مسابقات جهانی والیبال پایان داد، اما نتایج قبلی والیبالیست ها یک تعبیر وارونه رو برای رویای حضور در المپیک رقم زد. تیم ما نتونست از اون فشاری که به دلیل باخت اول در بازی با آرژانتین در واقع نصیب تیممون شد، نتونست به بازی ها برگرده. والیبالیستای کشورمون که تا همین چند وقت پیش ابرقدرت‌های والیبال دنیا رو به زانو در می آوردن، در سرزمین آفتاب مقابل تیم‌هایی مثل استرالیا و کانادا حرفی برای گفتن نداشتن. اون وله و اون آتشی که یه تیم، اون انگیزه‌ای که یه تیم برای اون روحیه برنده شدن رو در وجود تیممون نمیدیدیم. حالا برخی کارشناسا علت عملکرد ضعیف والیبال ایران رو ضعف بوبان صربستانی میدونن. خوب نبوده که والیبال ما نتیجهش این شده دیگه. من فکر میکنم اشتباه یه بار کافیه، 2 بار کافیه. ما یه سال و نیم والیبال ما باید تغییر تحول الان اجرا بشه. و برخی دیگر عدم وجود انگیزه و روحیه بین ملی پوشا رو علت اصلی ناکامی میدونن. چیزی که من در تیم دیدم خیلی بیرویه بودن. تو زمان تایم اوت حتی بچهای ذخیره نمی اومدن بچهای خودمونه تراخوش کنن، به قول مورد تشویق قرار بدن. حالا شایعه تغییرات در کادر فنی تیم ملی با این نتایج ضعیف بیش از پیش به گوش میرسه. همین کاری که آقای کوواچ میکرد، باور کنید که خیلی هم مربی ایرانی به مراتب میتونستن بهتر از کوواچ انجام بدن. ما برای صعود به المپیک هر کاری رو که لازم باشه انجام میدیم. اگر به اون نتیجه برسیم که واقعا تغییرات میتونه کمک کنه به تیم ملی ما، حتما این تغییرات انجام میدیم. تیم ملی والیبال کشورمون علیرغم انتظارات مردم نتونست نتایج خوبی رو در جام جهانی ژاپن کسب کنه و از 11 دیدار خودش تنها با 4 برد در بین 12 تیم به جایگاهی بهتر از 8می دست نیافت. من نیست خدمت شما بگم عملکرد کوواچ رو من اجازه بدید که راجع بهش صحبت کنم. کوواچ به اعتقاد ما تا مجبور نشه کاری رو انجام نمیده. ما دیشب مشخص شد که برای رفتن به دور بعد دیگه شانسی نداریم. به اعتقاد من از اول بازی باید 1 یا 2 تا بازیکن رو به نسبت عوض میکرد. این در واقع فرصت رو به بقیه میداد که بیان خودشون رو باور بکنن. بله. زمانی که مجبور شد و عبادی‌پور نتونست کار بکنه، قائمی رو آورد. قائمی تنها کسی بود که در این ست بهترین سرویس رو برام زد، بهترین حمله رو داشت. خب چه بهتر، من اینکه بخوایم کسی رو بگیم چه، عبادی‌پور موجودیت خودش رو ثابت کرده بود، خوب بازی کرده بود، میرزا جانپور خوب بازی کرده بود. حالا امروز استراحت می‌کردن، از اول قائمی میرفت تو زمین، یا سنوبر امروز ما بادش بازی میدادیم. از اول بازی در شرایطی که بودیم 5 امتیاز ما عقب بودیم، اگر این بازیکن 2 توپ از دست میداد متزلزلش می‌کردیم برای همیشه والیبالش. پس این خیلی مهمه. ضمناً امروز ما اگه قفور رو می‌ذاریم مجبور میشیم برای چی؟ اجازه بدیم وقتی شرایط آماده است برای همه این تعویضا رو انجام بدین، از بازیکنان ذخیره استفاده کنیم و یا حتی مهدوی رو میتونستیم از اول بازی بذاریم، هیچ اتفاقی نمیافتاد. ما میباختیم اما این فرصت رو داده بودیم، در واقع این توجیه رو داشتیم که ما به بقیه بازیکنان فرصت دادیم. میخوایم اینا حداقل به ما کمک کنن در جام جهانی. ببینیم اگر یه اتفاقی افتاد آیا اینا میتونن کمک بکنن؟ بله. اینجا این فرصتی بود که با اختیار در واقع نگران باختم نباشیم. دقیقاً روس‌ها خودشون واقعا انقدر نگران نبودن، تمام خودشون باختن. جناب رضایی تمام تیم‌ها بدون استثنا تغییرات رو ایجاد میکنن، این فرصت رو میدن برای مبادا که اگر روزی به مشکل برخورد کردن بتونن از اون فضاها، از اون نفرات به خوبی استفاده کنن. در واقع از این ظرفیت لیگ جهانی برای اون کسب تجربه نهایت بهره رو. و جالبه حالا به این مسئله شما توجه کردید، تنها تورنمنتی که تنها مسابقه مهمی که در سطح دنیا شما میتونید 22 تا تیم نفر بدی، اسامی بدی، بازیکن اعلام کنی، لیگ جهانی. یعنی خود فدراسیون FIVB، فدراسیون جهانی والیبال میدونه که این فرسایشیه، خطرات زیادی داره، بازیکن‌ها صدمه میبینن، اجازه داده. و از همه مهمتر برای اینکه بیان نفرات ذخیره‌شون و تیم‌ها بررسی کنن، بازبینی کنن، ببینن، شناخت بیشتر پیدا کنن، تحت فشار بهشون اجازه داده از 22 بازیکن استفاده کنن. درست. و این در واقع این فرصت رو ما متاسفانه
کواچ نتونست ازش خوب بهره ببره. به هر حال بچه‌ها بازی‌های خوبی رو انجام دادن، 6 بازی 6 برد در گروه بسیار سخت، عملکرد خوبی رو داشتن، بهشون خدا قوت میگیم. این ایراد به اونها وارد نیست، عملکرد اونها بسیار عالی بوده. من اعتقادم اینه یا باید کادر فنی تقویت بشه، این اشتباهات کاهش پیدا بکنه، به نفع والیبال ماست. ما این مسابقه رو نمیخوایم جناب رضایی، ما فردا هم پیش رو داریم، سال دیگر هم میخوایم، بنابراین از الان کم کم باید به فکر آینده هم باشیم، مجبور نشیم دست به یه حرکتی بزنیم. حالا دیگه من اگه بازش کنم باز دو سه مورد دیگه انجام داده که دیگه بهتره که عرض کنم حضورتون به هر حال یه نگاهی هم به آینده نزدیک بکنیم. رقابتایی که در پیش هست، 18ام دوره مسابقات قهرمانی آسیا هست و ما قرارمون این هستش که تیم دوممون رو بفرستیم. این رو چطور ارزیابی میکنید با مربیگری پیمان اکبری؟ بر ترتیب به اعتقاد من بسیار تصمیم خوبی گرفته شده، تصمیم عالی گرفته شده. تیم دوم که میاد تو زمین، اونها میان خودشونو میخوان جایگزین این بچه‌ها بکنن، با تمام وجود، با انگیزه بالا میان توانایی‌هاشونو بروز میدن. اون چیزی است که فدراسیون والیبال و ملت ایران بهش نیاز داره و والیبال ما برای آینده خودش. بنابراین این فرصت رو در اختیار این جوونا میذارن، اینها میان اونجاست که تحت فشار تواناییشون رو نشون میدن. آقای کواچ بیشینه، من امیدوارم کادر فنی به این نتیجه برسه که از اونها هم کمک بگیره برای آینده والیبال. بسیار تصمیم بجا و خوبی و اصلا میشه واقعا نگران اون پوسندازی اون وقت نبود. یعنی اگر ما در 2-3 سال آینده بخوایم این ترکیب رو تغییر بدیم، یه پشتوانه خیلی خوبی از جوان‌ها داریم. اتفاقی که برای کره یا ژاپن داریم میفته که دیگه اصلا تخلیه شده انگار به نوعی برای ما نخواهد افتاد. الان ببینید والیبال در سطح آسیا واقعا مدت هاست که متوقف شده، به استثنای ایران تمامش متوقف شدن. الان اونا بازیکن بالای 1.95 ندارن. والیبال دنیا به بازیکن بالای 2 متر نیاز داره که می‌بینید بچه‌ها ما بالای 2 مترن. 2 متر و 10 سانتی هم داریم. پس اونا اصلا ندارن. اونا سیستم ورزشیشون اصلا تغییر کرده. این موقعیت در اختیار تیم ایران افتاده. من باور کنید این رو به جد میگم، اگه ما 3 تا تیم در همین مسابقات قهرمانی آسیا شرکت بدیم، باور کنید 2 تاش رو سکو. خب همونجوری که گفتم آقای مظفری مهمان برنامه ما هستند. آقای مظفری خدمت شما سلام و وقت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمتتون و خسته نباشید به خودتون و همکاران است. سلامت باشید. فقط در مورد والیبال ابتدا با تحلیل شما از عملکردی که تیم ملی کشورمون تا اینجا رقابت‌ها ارائه داده شروع کنیم تا بعد برسیم به سوالات بعدی. هر شب به حال نتایج خوب، نتایج در خور توجهی نیست. خود سرمربیمون هم اذعان کرده که نمیدونه چی شده. به حال مسابقات سطح بالایی است، نزدیک المپیکه. یه خود جمله خوبی نیست این که مربی خودش ندونه که چه اتفاقی افتاده. دقیقاً 3-4 بار حتی مسابقه. حال یه مقدار به نظر من برنامه ریزی که برای تیم ملی بزرگسالان شد در لیگ جهانی، حتی ما شروعش هم با تیم ملی آمریکا خیلی بد شروع کردیم، اینجا هم خیلی بد شروع کردیم و دلیل اصلیش به نظر من خستگی بازیکناست و نوع بدنسازی تیمه. چون خیلی مهمه، ژاپن یک کشوری است دور و تایمش فرق داره و به حال بازی اول خیلی خیلی مهمه که ما نباید به آرژانتین حتی میباختیم. حالا با مربی بزرگی مثل ولاسکو هم توان فنی ما کمتر از آرژانتین نبود. آخه الان همین بحثی که میگید خستگی یه مقدار شاید اصلا به برنامه‌ریزی خود ما مربوط باشه. ما پیش از این جام جهانی به لهستان رفتیم، اردومون رو شروع کردیم، بعد به روسیه رفتیم، از روسیه اومدیم ایران و از ایران رفتیم ژاپن. همونجا هم سالن در اختیارمون قرار ندادن تا تمریناتمون رو شروع بکنیم. اینا میدونستیم چون 4 سال پیش هم همچین اتفاقی برامون افتاده بود توی ژاپن، یعنی باید تجربه این رو می‌داشتیم. ولی با این شرایط باز هم تیم ما با این اردو و با این برنامه‌ریزی رسید به اونجا و معلوم بود که تیم حتما از این پروازها خسته خواهد بود و 3 تا شهر هم تو همونجا باید عوض بکنه. دقیقاً فرمایشتون درسته. تمام منتقدین عنوان میکنن که ما بعد از جام واگنر که مستقیم رفتیم روسیه باید از همونجا تیم اعزام میشد به سمت ژاپن. این خودش خستگی میاره. حالا اگه پروازا هم ایراد داشت، هیچ ایراد نداشت که خود فدراسیون پرواز تهیه میکرد. به حال دیگه اسپانسر بسیار خوبی داره فدراسیون و میتونست پرواز کوتاه بکنه. از اینکه سالن به تیم ندادن جزء قوانینه. شما 1 روز قبل از مسابقات میتونی از
فرد بفهم هتل یا سالن رو استفاده کنیم. بله جزء قوانین ما خودمون باید برنامه‌ریزی می‌کنیم تا ازش بتونیم. خیلی از تیم‌ها اونجا بودن، خود تیم لهستان، آرژانتین تو ژاپن اردو زدن. ببینید اینا یه نکات ریزی است که متاسفانه آقای کوواچ بی‌دقتی کرد به نظر من. حالا نکته‌ای که هست همینه، میگن که آقای کوواچ اصلا در حد و اندازه این تیم نیست. شما به عنوان کسی که سالها توی والیبال بودید، مربی مختلفی رو تجربه کردید، اصلا این حرف رو قبول دارید که آقای کوواچ بالاخره خودش بازیکن بزرگی بوده، شاید حالا مربیگری در سطح تیم ملی براش زود بوده؟ ببینید آقای کوواچ احترامش واجبه بر ما، به هر حال کاپیتان تیم ملی صربستان بوده، طلای المپیک 2000 رو داره، یکی از مربیان موفق در ایتالیا بوده، ولی مربیگری در باشگاه‌ها متفاوته با مربیگری در تیم ملی یک کشور. شما تو باشگاه اگر بازیکنی کم بیاری میخریش، میری از یه جا کمبودتو جبران میکنی، ولی در تیم ملی یک کشور محدودیت داری. کاری که آقای ولاسکو کرد و تیم ب رو تشکیل داد، الان آقای مرندی دسترنج همون افکار آقای ارشاد ولاسکوست. و نکته دوم که باز جامعه والیبال واقعا براشون سخته، نیمکت کادر فنی است که ایدئال نیست. یعنی ما تو مربی ایرانی هم که الان کنارش داریم، به حال آقای بهروز عطایی الان یکی از خوبهای ایرانه، یا پیمان عزیز، پیمان اکبری، خود آقای مصطفی کارخونه. به حال ما مربیانی داشتیم که میتونستیم بیشتر از اینا استفاده بکنیم. ما وقتی میگیم شایسته سالاری فقط انتخاب بازیکن نیست، کادرم. آقای مظفری این ایراد رو به آقای ولاسکو هم حتی میگرفتن. من یادم یه گفتگوی با خود آقای ولاسکو داشتیم که از شبکه خبر پخش شد. آقای ولاسکو میگفتش که به من ایراد میگیرن که چرا از مربیان ایرانی استفاده نمیکنن، در صورتی که من 6 نفر در کنارم دارم که دارن کار میکنن و حتی آموزش هم دارن میبینن، ولی اگر کسی میخواد کنار من بیاد رو نیمکت بشینه که عکس بگیره، نه من همچین آدمایی رو نمیخوام. البته اسم نبرد و یقینا حالا فهمیدن که این نفراتی که مد نظرش بود که اصلا سخته، اما به نظرم میاد که هر مربی خب این اختیارم باید داشته باشه که کادر فنی رو که میخواد انتخاب بکنه و شاید حالا توی نفراتی که در ایران وجود دارن آقای کوچ همچین نفری رو پیدا نکرده. ببینید هر سرمربی اختیار داره کمکش رو تعیین بکنه، ولی ما وقتی میایم یه مربی خارجی رو به استخدام خودمون در میاریم، میتونیم در حین قرارداد تکلیف بش بکنیم که ما اگر 4 نفر قراره روی نیمکت بشینن 2 نفرش باید ایرانی باشن و اون اول ارشد ثبت قراردادش میپذیره. بعد این فدراسیونه که چه مربیایی رو در اختیارش بذاره. بله خودش باید انتخاب بکنه، خود آقای کوواچ باید انتخاب میکرد، ولی آیا با بهروز عطایی کار کرد؟ ببینید آقای آناستازی قبل از کوواچ قرار بود که به ایران بیاد، میگفتن که ظاهرا قرار بوده که حالا شایعش بود، حالا چقدر صحت داره، 4 تا دستیار خودش رو هم همراه خودش می‌خواست بیاره. یعنی اگه آقای آناستازی قبل آقای کوواچ میومد ایران، حتی یه دستیار ایرانی هم شاید رو نیمکت نمی‌نشست. اون وقت چی باید میگفتیم؟ ببینید عرض من اینه که اگر قراره که مربی ایرانی باشه، باید بهترینش باشه، نه شخصی که در یک تیم باشگاهی حتی سرمربیگری هم نکرده. ببینید من عرضم اینه یا نباشه، یا اگر هست ما بگردیم بهترین رو انتخاب بکنیم که کمک بش بکنه. وقتی شما میگی اسیستنت کوچ یعنی کمک مربی، کمک سرمربی باید توانش بالا باشه. آقای محمدی راد که دوست صمیمی منم هست، ایشون به عنوان مترجم هستن، نه به عنوان یک مربی. یعنی ما اگه بعد از کوواچ باز باید بریم مربی خارجی بیاریم. اگر برنامه‌ریزی دقیق باشه ما میتونیم در یک فرایند 2 ساله 5 ساله 2 تا مربی در حد تیم ملی بزرگسالانمون بسازیم. پس ایراد اول برمیگرده به اینکه آقای کوواچ دستیاران خوبی رو نیمکت نداره که بتونن بهش مشورت بدن و حالا مربی لهستان تا اونجا که میدونم یه مربی بزرگ و مسن‌تر از خودش رو نیمکت داره، درسته؟ دیگه به هر حال اینا تفکر بازارن هم نکرده. به هر حال آیا آنتیگا. بله حالا من پیشنهادی که دارم برای ارشد فدراسیون والیبال بعد از این مسابقات هیچ ایراد نداره یک جلسه‌ای رو با منتقدین، اصحاب رسانه محدود یک بررسی عملکرد داشته باشن، حداقل خود رئیس شنونده باشه و بعدش خودش مدیریت بکنه، چون واقعا زحمات زیادی آقای
داورزنی و همکاراش کشیدن. کمیته در مجلس وجود داره به اسم کمیته والیبال که ظاهرا میخوام بعد از مسابقات جام جهانی بررسی بکنن عملکرد والیبال رو. فقط امیدوارم که چهره‌هایی رو دعوت بکنن که بزرگان والیبال باشن. قطعا باید همین باشه، والله به هیچ عنوان خروجی نداره. درست. پس نکته اول شد دستیاران آقای کوآچ که اون تاثیرگذاری و اون مشورتی که باید به آقای کوآچ بدن رو ندارن. اگه بخوایم به نکته دیگه ای برسیم، من فکر می‌کنم تیممون از نظر روحی هم آمادگی حضور در رقابت بزرگی مثل جام جهانی رو نداشت. من یادم توسعه لیگ جهانی هم تیم‌ها از ابتدا این روحیه رو نداشت و آرام آرام به مسابقات رسید. فکر می‌کنم اینجا نشد اون اتفاق بیفته. ببینید خستگی شاید برای خیلیا مثلا تعجب باشه که حالا همه تیم‌ها خستن، ولی والیبال یک ورزش سرعتیه و استقامت در سرعت، یعنی در یک زمان باید بهترین تصمیم رو بگیری و این یک بدن آماده‌ای رو میخواد. خوابش باید خوب باشه تو پرواز. الان از دید من بخش عمده‌ای از مصدومیت آقای شهرام محمودی مال خستگیش بوده و الانم من شنیدم که آقای امیر غفورم مصدوم شده و امروز بازی ژاپن رو مصدومیت آقای غفور که خیلی وقت خوب نمیشه اصلا، یعنی از پارسالی مصدومیت هست. ببینید کتف در والیبال بخشش به فرود بازیکن برمیگرده و سالن‌ها اگر استاندارد نباشن همین میشه و الان ما هم به حال اون موقع تمرین میکردیم نه کتفمون درد میگرفت نه چیزی، چون یه مقداری الان فشار اردوها زیاده، فشار مسابقات زیاده. الان ما در سازمان لیگ که لیگمون شروع میشه چند سال یه سری بازی رو گذاشتن به اسم جام حذفی که جز تنش جز استرس هیچ باری نداره و اصلا لیگو معنیشو عوض کرده. اینا همش استرسه و آسیب دیدگی هم خوب به حال هست و من امیدوارم آقای کوآچ که حالا که میدونه از این بازی ها به المپیک نمیرسیم از جواد معنوی بیشتر استفاده کنه. از آقای استنوبر، سامان فائزی چه ایراد داره؟ به هر حال ما باید بازیکن نابمون رو مثل سعید معروف مثل موسوی رو حفظ بکنیم که انشالله این موقعیت از دستمون نره. مشکلات روحی تیم ولی هنوز پاورجاست راجع بهش صحبت نکردید. من فکر می‌کنم که تیم ما نتونست خودش رو واسه این رقابت‌ها آماده کنه. یه تیم از نظر جسمانی شاید حتما خودش رو باید آماده بکنه ولی توی ورزش گروهی مسئله روحی و روح تیمی خیلی اهمیت داره که ما یه مقدار توی این تیم نمی‌بینیم این تلاش گروهی واسه همدیگه رو، یعنی برای همدیگه جون دادن رو ما قبلا تو این تیم می‌دیدیم ولی الان یه مقدار شاید کم رنگ‌تر شده. نمیدونم با موافق هستید؟ من مخالفم با عرض معذرت. بله یه مقداری ما اون همیت تیمی رو اون خنده‌ای که آیه میرزا جانپور انجام داد و خود آقای کوآچ نسبت بهش واکنش نشون داد خودش نشون میده که تایید این حرفه. ببینید آقای کوآچ از نظر مدیریتی، چون ما یک ولاسکوی بزرگو عرض شود که آزمایش کردیم و الان کوآچ رو می‌بینیم، نباید با هم دیگه مقایسه بکنیم. وقتی آقای کوآچ میاد تعیین جریمه دلاری میکنه در حین تمرینات که مثلا با موبایل صحبت بکنید $25 جریمه میشه، یعنی این بی‌نظمی بوده به هر حال دیگه. پس اون روح تیمی هم پس وجود نداشته که تاثیرش میذاره. بله قطعا تاثیر میذاره، خصوصا که فرمایشتون در شروع که ما شهرم داریم عوض میکنیم خیلی سخته. بله به حال یه گروه باید مخصوصا با باخت اگه بخواد شهر عوض بشه. همین امروز اگه ایران ژاپن رو پشت سر بذاره مطمئن باشین سه بازی بعدی رو میبره، چون باز با یک روحیه شادابی شهر رو عوض میکنه. ولی اگر احیانا نتیجه رو واگذار بکنیم خب خیلی سخت میشه اون سه تا بازی هم. به هر حال این تیم دوست داشتنی هست. تیم والیبال کشورمون یکی از تیم‌های دوست داشتنیه که ما خیلی دوست داریم موفقیتش رو ببینیم و همه انتقادها هم بابت همینه. حالا امروز هم و دقایق دیگه هم با ژاپن بازی داریم. فکر می‌کنید تیم ما از پس ژاپن بتونه بر بیاد؟ به هر حال ژاپن پر افتخارترین تیم آسیا هم هست و تیم خوبیه. به نظر من بله توانمندی اینو داریم. ما تقریبا 5-6 ساله که ژاپن رو بردیم پشت سر هم، خصوصا که تیمم از اون حالت خارج شده دیگه، اون خستگی که ما ارشد اسمش گذاشتیم کمتر داره. بازی بسیار خوبی جلوی آمریکا کردیم، جلوی ایتالیا همینطور و اگر آسیب دیدگی غفور قطعی نباشه پیروز میدانیم ان شاءالله، شک نکنید. حالا سوای
انتخابی که الان هست و خب فقط هم تیم قهرمان و نایب قهرمان اینجا به المپیک میره. ما اردیبهشت ماه انتخابی اصلی المپیک رو خواهیم داشت. فکر می‌کنید که بتونیم از اونجا سهمیه بگیریم؟ از اونجا 8 تیم حضور دارن که 4 تاشون مستقیم میرن. ببینید تیم ملی ما باور کنید پتانسیلش قطعاً المپیکی. حرفی که محمد موسوی عزیزم زد که شک نکنید، منم تایید میکنم فرمایش ایشونو، ولی باید به هر حال راهکاری رو در نظر بگیریم که یک بازیکنای اصلیمون آسیب نبینن، یک لیگی با تعداد کمتر داشته باشیم، فشردگی مسابقاتمون کم بشه و یک اردو برنامه‌ریزی بین اتمام لیگمون تا شروع مسابقات داشته باشیم. آقای مظفری خیلی ممنون که در این گفتگو با ما شرکت کردید. به انتهای برنامه رسیدیم. یه نقل قول فقط بکنم از آقای غفور که گفته تلاش میکنیم که تصویر خوبی که والیبال در ذهن مردم ایجاد کرده از بین نبریم و خرابش نکنیم. ما هم مطمئنیم که این تیم خوب، دوست داشتنی و سرشار از غرور حتما این کار رو خواهد کرد. البته این رو هم بگم که همونجور که آقای مظفری هم گفتن، آقای موسوی قول داده که حتما به المپیک صعود خواهیم کرد و ما منتظر این اتفاق هستیم و همچنین آقای موسوی از مردم کشورمون هم بابت نتایجی که در جام جهانی والیبال در ژاپن رخ داده و گرفتن معذرت خواهی کرده. خانه دوم ما مدرسه هستش که انشالله تربیت بچه ما دست معلمین زحمتکش هستش که زحمت میکشن. شما میز آخر میشستی دیگه همیشه نه؟ به چند علت، یکی به قدم بلند بود. جدی میز آخر میشستی؟ درس نمی‌خوندیم دیگه، میشه دیوار بود ماشاءالله. در واقع دوره ابتدایی هم همینجور ماشاءالله ماشاءالله. بله، ما ژنتیکاً نسبت به هم سنیای خودمون درشت‌تر بودیم. شهرام ولی قد شما نیست نه؟ دیگه رفته به رفته خورده هر لوک خوششانس بود چیزا کار کنه. جناب طالبی ما 4 تا داداش هستیم و 2 تا خواهر. هم در خواهرها این موضوع سرد میکنه، هم برادرها. من 2 متر 2 هم، آقا بسید 1.97، آقا شهرام 1.96 8 به ترتیب همینجوری بله یواش یواش تعدیل پیدا کرده، قد کم شدن. درسته دیگه به یه رنجی رسیدن دیگه گفتن دیگه. خب آقا بهنام که بهترین اسپکر آسیا تو 2003 شما شدی دیگه نه؟ بله. تو توکیو بود. آبشارکو. درست میگم؟ چند تا عنوان دارم با طالبی و آقای روشن‌پژوه در مسابقات جهانی المپیک آسیایی و باشگاه آسیا مقامات متعددم. البته اینم بگم مقامهایی که در والیبال به دست میاد زحمات حاصل تیم ورزشی و گروهی ما هستش که و جا داره تشکر کنم و تبریک بگم با آقای موسوی که بهترین دفاعکن جهان شدن در این مسابقات و این نشان دهنده قابلیت و توانمندی جوانای این مرزمون به خصوص در والیبالمون هستش. خیلی با مرامنا اینا جدی میگن عزیزان، به خصوص در واقع الان اگر والیبالیستای ما موفق هستن به خاطر اون نسل قدیم و اون در حقیقت عزیزان که تو اون دوره‌ای که بازی می‌کردن یواش یواش از همونجا بنای این والیبال شکل گرفت که الان خوشبختانه همه انتظار دارن یه جورایی قهرمان بشن. و ایشون یکی از کسانیه که الان با نسل جدید ارتباط خیلی خوبی داره و همه اصلا یه جورایی بزرگ میدونن. ما خیلی قدمون کوتاه بود و سنن کم سن بودیم. آقای روشن‌پژوه همینجوری ما میدیم. چش نفر ولی آقا چیزی نگو میگم همینجوری دیدیمه. جناب طالبی من خدمت هستم. بچهای تیم ملی والیبال واقعیتش اینه که همشون اینه برادرم برام. یعنی شهرام اونجا نیست، من 12 تا برادر اونجا دارم و واقعا افتخار میکنم به این برادرانم که زحمت کشیدن و باعث غرور و افتخار کشورم شدن. حالا در این تورنمنت یه مقدار ضعیف‌تر ظاهر شدن و اینم عوامل و علت‌های مختلفی داره که ان شاءالله در بررسی می‌کنیم و ان شاءالله بهشون راهکار ان شاءالله قطعا خواهیم. تو بازی که با ندامتگاه اوین بازی داشتیم حمزه زرینی هم با ما بازم باختیم. من خدمت شما و آقا بهنام عزیز دوست قدیمیم و همچنین مردم عزیزم سلام و شب بخیر دارم. هم هفته مقدس و هم عید قربان رو به همشون تبریک میگم. امیدوارم هر جای دنیا که هستن صحیح و سالم باشن. متشکرم. خیلی خوش اومدین. خیلی عزیزه. آره توی زمین بی‌نظیر. زمانی که انگوش به دهان مونده بودن و شما آقای محمودی برای این شخص یادم نمیره زمانی که توی تیم سنام اومدین 1.69 بودی شما دیگه. بله. آقای کارخانه وقتی که ایشون آورد بعد همه گفتم ما مگه میشه حالا یه همچین لیبرویی. آره همچین آخه مثلا اینقدر به والیبال نمیشه فلان مثلا بعد یهو دیگه بهترین لیبروی جهان. آره دیگه اصلا یعنی اتفاق خوب دیگه اتفاق خوب. درست میگم دیگه ها؟ شما همیشه درست میگید. آره من هستم شما بیا. به هر حال
یه افتخاری بود که نصیب من شد. حالا شما بحث لیبرو رو گفتین 2 سال پیش، البته سال گذشته بهترین لیبرو دنیا انتخاب شدم. بله. و الانم که در خدمت شما هستم و بگم که من با آقا بهنام چند دوره تیم ملی بازی کردم. با هم اتاق بودیم و واقعا دارم میگم یکی از الگوهای ورزشی من هستن توی بحث هم فنی هم اخلاقی. ایشون ولی میز اول میشسته. آره شک نکن. این تصویر رو ببین، این ترم کوچولوه. ترم از باباش معروف تره. باورتون میشه؟ به جان خودم واقعا اینجوریه. و حالا من 2 هفته من ترم هنوز ندیدم. ترم مشهد بازم خب من تهرانم ترمینای لیگم شروع شده با تیم باشگاهی دارم تمرین میکنم ترم رو. خب 2 هفته است ندیدم ولی خیلی برام جالب بود. یه خاطره سریع من بگم که چند روز پیش من پیش خانم مریم حیدرزاده بودم، میدونی که از شاعرای بزرگ کشورمون، و ایشون خیلی جالب بود. من با هم سلام علیک کردیم، فقط به من گفت که ترمه کجاست. واقعا آره ایشون هم خیلی برام جالب بود. خیلی هم شیرین زبونه. ماشاءالله خیلی دوست داشتنیه. بله. آره پس الان مشهده. آره 2 هفته است من هنوز ندیدم. آره بیا. خب یه مطلب می‌خواستم سوال کنم آقای فرهاد ظریف، با توجه اندامش وقتی که رفت به سمت والیبال هیچ کس نگفت آقا تو والیبال چرا می‌خوای بری؟ عزیزان چون معمولا این اندام این فیزیک بیشتر به فوتبال نزدیکه. یه خاطره من یه خاطره در مورد آقای ظریف، آقا فرهاد فکر کنم یکی از اسطوره‌های والیبال ما هستن و اصالتا مشهدی هستن. جا اینجا سلام عرض کنیم خدمت مردم مشهد و آقا امام رضا. خدمت هست من سال 73 بود رفتم مشهد با تیم توابه بود. اون موقع کرج تیم توابه بود. آقای ظریف تیم مشهد پاسور بودن. پاسور تیم. بله. وقتی قانون لیبر اومدن، چون مشهدی‌ها در توپگیری و سرویس زبان زد هستن و خوب بازی میکنن. آقا فرهاد ما پاسور بعد از اون اومدن به سمت لیبری و جا داره تشکر کنم از زحمات آقای ظریف و همه بچهای تیم ملی. یک گله هم کنم از فدراسیون والیبال، چون من آدم خیلی صریح هم صحبت می‌کنم به واسطه اینکه خب هر چقدر که ما تقدیر می‌کنیم اون قدم باید انتقادها و اون مشکلات رو باید بگیم. ولی ما متاسفانه فدراسیون ما هم دوره قبلی هم فعلی خوش استقبال بدرقه است. طبیعیه ورزش ما جناب طالبی، ورزش ما یک سنی داره، بالاخره ورزش یک سنی داره تموم میشه، بالاخره در جوانی و پا که به سن میذاره. حالا یکی مثل من زودتر آسیب میره خداحافظی میکنه، یکی مثل آقای ظریف که حرفه‌ای فکر میکنه بازی میکنه، ولی تموم شدنیه. خیلی خوبه که وقتی ما ورزشکارامون، قهرمانامون و سرمایه‌های ملیمون که اون وقت ورزششون تموم میشه از تیم ملی به خوشی ازشون خداحافظی کنیم و یاد کنیم و خوش بدرقه هم باشیم، نه اینکه با رفتار بد، با شأن و شخصیت و منزلت آقای ظریف و امثال ظریف ها رو ما متاسفانه حفظ نمی‌کنیم و این گله است که از فدراسیون والیبال بکنم. برای ما هم همینطور اتفاق افتاده و بر نسل‌های قبل از ما بازیکنان مثل آقای مظفری، خدا بیامرزه، آقای مدنی، آقای نجاتی، آقای افشاردوست، بازیکن خوبی داشتیم ما که متاسفانه خوش استقبال بودیم بعد بدرقه. البته فرهاد ظریفی که یه مقطع رفت و باز دوباره به اصرار و با دعوت های کوچ باز دوباره اومد. بله آقای ظریف واقعا هم ظرفیت و پتانسیلی داره که بازم ادامه بده تیم ملی، ولی من گلم هم به خاطر آقای ظریف هم به خاطر مثل آقای نادی هم جزو بازیکن خوب ما بوده، آقای ترکاشفند، آقای اکبری، آقای همه این بازیکن‌ها زحمت کشیدن. یعنی تاریخ والیبال ما رو ورق بزنی قطعا اینا جایگاه درخشانی در ورق‌های بله همه اینا، همه دوستان نسل خوب والیبال ما بودن یا قبل از ما فرق نمی‌کنه، چون والیبال که به اینجا رسیده جناب طالبی قطعا زحماتی که نسل‌های متفاوت کشیدن، مربی‌ها، فدراسیون‌ها که به اینجا رسیدن، قطعاً بعد از اینم باید این راه ادامه پیدا کنه، رشد کنه. این بدعت خوب باید گذاشته بشه در فدراسیون که انشالله بتونیم خوش استقبال و خوش بدرقه هم باشیم. انشالله که این گونه باشه. من فکر کنم که این روزا یه تصویری هم اینجا داریم. الان قبلش یه تصویره رو این چیه؟ یعنی این بازی با مسابقات جام جهانی لهستان سال گذشته. سال گذشته. بله و اونجا که برای اولین بار ششم دنیا شدیم و تو این مسابقات من بهترین لیبرو شدم. الان این روزا فکر کنم که شما تو کوچه خیابون میبیننتون میپرسن میگن آقا چرا اینجوری درسته؟ این مسئله که داشتم میبادم خدمتتون برسیم چرا قرمز همین میپرسن ترافیک بود، نه سوال میکردم از هر کس، بنده خدا خیلی هم محبت موقع محمودی این ولی و یه گله هم از والیبال میکردن. گفتم بابا بالاخره طبیعیه، ورزش خاصیتش همینه، یه روز در اوج یکی روز یه مقدار افت میکنی، ولی حالا ما وقت داریم و ان شاءالله والیبال ما واقعا با این باختا فکر نمیکنم ارزش و جایگاه والیبال ما و والیبالیستای ما کم بشه ان شاءالله. فقط یه کلمه، مشکل کوآچه، چون شورا فنی تشکیل دادن مثل اینکه آقای کوآچ ظاهرا بعد از برگشت آقای داورزنی من باید بگم بوی رفتن کوآچ مثل کی داره. من خیلی راحت الان با مردم دارم صحبت می‌کنم، خیلی مستقیم بگم که نظر شخصی منه، حالا آقا بنام نمیدونم و ایشون واقعا
و حالا یکی دو تا کمکی که از صربستان اومدن واقعا در حد و اندازه والیبال ما نبودن و نیستن و من امیدوارم که فدراسیون با کارگروهی که میخواد بذاره مطمئنا این مشکل متوجه شده، ماهای پیش متوجه شده و نتیجه خوب میگیره و داشت ادامه میده. ولی الان مگه این همون کوچ قبلی نیست؟ نه اون بلاسکو بود. نه بلاسکو که میتونن بابا، همین کوچی که در حقیقت رقابت‌های قبلی جهانی رو ما با ایشون سپری کردیم. حالا خیلی میگن دستپخت بلاسکو بوده. من می‌خواستم اینو بگم در نظر شخصی می‌بازم. امیدواریم هر چی پیش میاد برای ورزشمون، برای کشورمون باشه و تمام افتخار رو فقط به خاطر مردم عزیزمونه. 100%. شوری ان شاء الله. اما در مدرسه‌تون از چیزی شما کدومش چیش؟ کلاس اول. آره. در یه سوال، تو مدارس میچرخید استعدادیابی کنید؟ شما آقای محمودی استعدادهای والیبال ما رو تو مدارس، فوتبال رو شنیدم که تو مدارس معلمای ورزش خیلی روش حساسن، فوتبالیست خوب میتونن پیدا کنن. آیا والیبالیستا رو هم میتونن واقعا از بین استعدادهای جوان و نوجوان ما کشف کنن و به قول معروف؟ خدمت هستم جناب روشنبرش. ما متاسفانه در سابق به این صورت نبودش که استعدادیابی بشه علمی بیان از لحاظ آنتروپومتری، از لحاظ فیزیک، شرایط ژنتیکی بررسی کنن. الان بهتر شده ولی به ایدئال بازم نیستش. چون الان معلمین تحصیل کرده ما داریم در رشته تربیت بدنی در دبستان‌ها و دبیرستان استعدادیابی میتونن بکنن، معرفی کنن و به واسطه اینکه الان ورزشایی که مورد وثوق مردم هستن، والیبال، تکواندو، فوتبال، همه این بسکتبال، اینا بخت و اقبال زیادی دارن و اینم خدمت عرض کنم ما فکر میکنم در آسیا از لحاظ ژنتیکی و از لحاظ شرایط جسمانی میتونیم سرآمد و زبان زد باشیم به شرط اینکه استعدادیابی کنیم، چون جوانای ما اون فعل خواستن خوب میتونن صرف کنن و قطعا اگر درست استعدادیابی کنیم حتی در فوتبال هم ما میتونیم تو آسیا قهرمان بشیم و حرفی برای گفتن داشتیم که متاسفانه بعضی از مواقع مثلا در مورد خود من یا فرات فکر کنم همینطور باشه. مثلا من در کرج محله حسین آباد یا همون محله خودمون شعبان آبادی که بودیم استعدادیابیم باشه نزدیک افطار بود، پدر من راننده کامیون بود با بچه معلم داشت والیبال بازی، ما رفتیم والیبال بازی کردیم که چون قد بلند فردا صبح بریم، رفتیم تو حصارک سالن شهید مفتح اونجا استعدادیابی شد. از همونجا هم شروع شد. ولی من فکر میکنم که اگر استعدادیابی درست انجام بشه قطعاً به خصوص الان که والیبال کانون‌های ما جای سوزن انداختن نداریم، اگر درست استعدادیابی بشه قطعاً ما میتونیم در تبش گل کرده دیگه بعد از این دو سالی که نتایج خوب گرفتیم تبش گل کرده. پرو صحبتاقو بهنام بگم، من یه آکادمی واسه استعدادیابی بچه‌ها افتتاح کردم تو مشهد و اولش 200 تا شاگرد و هم آقا و هم خانم تحت پوشش قرار دادیم و یه برنامه خیلی خوبی براشون داریم که ان شاءالله استعدادی خوبی براشون داشته باشه. وقت بخیر، با موج همراه هستید. جمشید امیدی در استودیو با من هست، کارشناس دنیای توپ و تور و والیبال. خیلی خوش آمدید. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترم و دوستداران ورزش والیبال. آیه حمیدی، ما دیشب روسیه رو شکست دادیم، اون هم در 3 ست. روسیه‌ای که با اوضاع نگران کننده روانی و فنی روبرو بود. سرمربی این تیم از این تیم رفته بود و به تهران اومد. بالا از پیش مشخص بود ما تیم برتر هستیم. نگاه شما بازی دیشب چه چیزیه؟ برای دیشب خب تیم ما خوب سرویس داد، از ضعف دریافت تیم روسیه به نهایت بهره برد. از ما روس‌ها سرویس خیلی خوب نزدن، دریافت خوب ما به ویژه سیامک مرندی باعث شده که سعید معروف بتونه سرعت خیلی خوب و تنوع زیادی رو به خط حمله تیم ایران بده. بله. در مجموع روس‌ها چون کند هستن مقابل سرعت پاس سعید معروف نتونستن تا مقاومت بیارن. البته تک تک بازیکنان ما خیلی خوب بازی کردن ولی توسط روس‌ها اونطور که با اشاره تحت فشار قرار نگرفتن. موزرسکی چهره شناخته شده است، دیشب آماده بود، حالا با اینکه آماده نبود ذهن خیلی ها معطوف ایشون شده بود. حالا فکر کنم جامعه والیبال ایرانی خیلی ایشون رو میشناسن. بله، موزرسکی همون بازیکنی است که سرنوشت طلای المپیک رو تغییر داد. بازیکنی که در قطر پاسور بود، بعد از اینکه روس‌ها 2 گیم رو باختن از ست سوم آقای آلکنوس سرمربی قبلی ایشون رو در قطر پاسور قرار داد و ایشون بازی رو برگردوند. دیشب هم شده بود. بله، دیشب هم در قطر در پست غیر تخصصی خودش بازی کرد. به حال بعد از 1 سال خودی مصدومیت و بیماری طبیعی بود که اون موزرسکی مورد توجه و دوست داشتنی جهان والیبال نباشه. محمود افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران رو خط تلفنی برنامه موج شبکه ورزش سیماست. آقای افشاردوست درود بر شما، ممنونم که با موج همراه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آیاتشی و همچنین کارشناس و استاد بزرگوار جناب حمیدی. امیدوارم که طاعات عبادات شما عزیزان قبول بوده باشه تا الان و التماس دعا دارم. در خدمتتون هستم. آیا افشار دوست بردیم اما به مرحله نهایی صعود نکردیم. نگاهش میشه چیزیست. حالا فکر می‌کنم تماشاگران دیشب سنگ تمام گذاشت. بله ما که واقعا شرمنده همه هوادارامون و همچنین همه کسایی که به نوعی والیبال رو اصلا تعقیب میکنن هستیم. واقعا تو این مدت نه فقط این بازی‌ها، تو این 3-4 ساله اخیر واقعا از تیم ملی والیبال و فدراسیون والیبال حمایت کردن. ازشون تشکر میکنم، دستشون درد نکنه و در واقع بازیکن‌ها هم تمام تلاششون رو کردن. الحق و الانصاف تا اونجایی که میتونستن تو این گروه سخت انقدر امتیاز جمع کردن و در واقع تمام تلاششون کردن. بالاخره شرایط به گونه‌ای بود که خب بالا تیم امریکا، تیم لهستان تجربهشون بیشتر از ماست و در واقع تونستن از فرصت‌های کوچیکی که به نوعی شاید ما نتونستیم ازشون استفاده کنیم اونا استفاده کردن و صعود کردن. اما چیزی که مهمه اینه که من فکر میکنم که بایستی اون نقطه نظرات و اون اهدافی که در شروع لیگ جهانی، حتی پیش از شروع لیگ جهانی مد نظر ما بود، هم مورد توجه قرار بگیره. ما به دنبال این بودیم که به نوعی از این گروه و از این سید یا از این دسته به دسته پایینتر صعود نکنیم. موقعی که در واقع تو اون مقطع قرعه کشی لیگ جهانی اعلام شد، الحق و الانصاف هیچ کارشناسی من فکر نمی‌کنم که تصورش این بود که ما حتما از این مرحله صعود می‌کنیم به مراحل بالاتر، چون واقعا گروه سختی بود. بالاخره اسامی این تیم‌ها خیلی بزرگ است، پیشینه‌شون، تاریخچه‌شون، کسب مدال در جایی که هنوز ما رویای حضورش رو داریم خیلی بالاست و در واقع همه نگران این موضوع بودیم. من خب الحمدلله بچه‌ها و کادر فنی زحمت کشیدن و تا اینجای کار که خدمت شما هستیم ما خوشحالیم از اینکه حداقل در سید A دنیا و جزء 8 تیم برتر دنیا حتما هستیم و تا ضمناً بازی‌های خوبی هم ارائه دادن، امتیازهای خوبی هم تونستن جمع آوری کنن. آیا فیروز خط تلفنی ما باشید. آقای حمیدی، راه رفتن با المپیک راه متفاوت‌تری با لیگ جهانی است. مثلا تیم‌ها دست پرتر میان. نگاهشون چیزایی با آقای افشاردوست همراه هستید که ما در سطح لیگ اعلی جهانی خیلی خوب کار کردیم. اول اجازه بفرمایید که من خدمت آقای افشاردوست دبیر محترم و دوست داشتنی فدراسیون والیبال عرض ادب بکنم. دقیقاً من هم اعتقاد دارم که لیگ جهانی اگرچه که از مهمترین رویدادهای والیبال دنیاست، ولی گذریه تا ما بتونیم از طریق لیگ جهانی و تجاربی که کسب کردیم به المپیک برسیم. بدون تردید همه تیم‌ها در المپیک با دست پرتری میان. شما به احتمالاً به یاد دارین که آلمان نایب قهرمان جهان داوطلبانه از لیگ جهانی کنار کشید تا بیاد بیشتر برنامه‌ریزی بکنه، تمام همه غم خودشون برای المپیک بذاره. روس‌ها هم تقریبا همین برنامه رو دارن. بنابراین من فکر میکنم که ما از این ودای تلخ نمیتونیم بگیم، ودای شیرین بازیکنان ما به دلیل چند بازی خوبی که ارائه دادن درس بگیریم انشالله برای حضور بهتر در المپیک. ولی تیم ما نواقصی داره از نظر فنی و همچنین مسائل جانبی که اگر صلاح دیدیم من مطرح بکنم، اگر نه که انشالله. آقای افشاردوست، حالا بعضی میگفتن که ممکنه تیم ملی ما از لحاظ حالا سرمربی آقای کوچ کمی حالا قدرت مدیریت کمترای چنین چیزی رو قبول داری؟ ببینید باید با تیم در واقع زندگی کرد، یعنی باید توی اون شرایط تمرینات تیم حضور همیشگی داشت و در واقع دید آیا تیم داره چجوری تمرین میکنه، آیا به لحاظ مدیریتی خوب اداره میشه نمیشه. من خودم انصافا تو تمام در واقع طی سال یا طی زمانهایی که تیم در اردو هست به صورت نامحسوس شده بعضا تامین تیم ملی رو رصد میکنم، نگاه میکنم، پیگیری میکنم. این چیزی که حضرت عالی میفرمایین ممکنه در واقع نمیخوام بگم که مثلا حالا هر کی این صحبت کرده خب به زعم خودش کرده، یعنی از دید خودش این صحبت مطرح شده. من خیلی همچین چیزی رو انصافا مشاهده نکردم. اگرم بوده شاید تو اون زمانهایی که من دیدم در واقع این به چشم من نخورده، شاید من مشکل داشته تو دیدنم و نتونستم ببینم، ولی الحق و الانصاف همچین چیزی برای من نبوده، یعنی من واسم همچین چیزی مسجل نشده. ضمن اینکه ببینید برد و باخت ها در ورزش، مثلا در ورزش والیبال یه چیز طبیعیه، یعنی اینکه ما ببریم و ببازیم. آیا حمیدی نکته خوبی رو اشاره کردن. من فکر میکنم که دلایل بازی باختمون به یک تیم بیشتر به مسائل فنی، تکنیکی و تاکتیکی برمیگرده تا مسائل دیگه. من فکر میکنم که من همیشه شما شاهد هستید، من همیشه میگم تیم ما یکی از بهترین‌های دنیا نیست، هنوز در حال و در مسیر رشد داره حرکت میکنه. اینو من همیشه تاکید میکنم. دلیلش هم همین اتفاقی که الان افتاده واسمون کاملا مشخصه. تیم ایالات متحده و لهستان اما با تجربه تر عمل کرده، کاملا مشخصه. بنابراین من فکر میکنم که ما در حال رشد هستیم، بایستی نواقصمون رو رفع کنیم. قطعا بعد از بازی
در واقع امشب برای فردا یا پس فردا اطلاعات آماری کل بازیامونو میگیریم، تحلیل رو میگیریم، میشینیم خودمونم تحلیل میکنیم و در واقع اطلاعاتی از توش به دست میاریم ببینیم نقاط ضعفمون کجا بوده و برای ورلد کاپ یا جام جهانی نیاز هست این نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم. اگر خارج از این باشه یعنی ما کار خاصی انجام ندادیم. سالهای گذشته هم این کارو کردیم، الان هم این کارو میکنیم. امیدوار هستیم که در آینده بتونیم استفاده کنیم از تجربه حضور در لیگ جهانی. شما همراه باشید. مصطفی کارخانه هم روی خط تلفنی ماست، یکی از مربیان با سابقه والیبال. آقای کارخانه، نگاه شما به کلیت تیم ملی والیبال تا الان چه چیزی در لیگ جهانی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی آقای آتشی عزیز، همچنین آقای حمیدی، همچنین آقای افشاردوست. نماز ذاتان هم قبول بشه ان شاء الله. اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. عرض کنم خدمت شما که من اعتقاد دارم که ما تیون حالا به خاطر یک بازی یه مقدار کم شانسی آوردیم، یه مقدار بد شانسی آوردیم، به خاطر یه بازی نباید تیون مورد سرزنش قرار بدیم. اگر خواسته باشیم بازی این مرحله رو یه مقدار مورد بررسی قرار بدیم، تیم ما تو این دوره از مسابقات یک سری نقاط ضعف داشت، یک سری نقاط مثبت داشت. اگه به مثبتاش باید به نظر من بیشتر فکر کرد، چرا که ما یکی از هماهنگ‌ترین تیم‌های دنیا به خصوص روی حمله، تنوعی که تیم ما روی حمله داره به لحاظ داشتن کارگردان و لیدر خوب به نام سعید معروف، یکی از بهتریناست تو دنیا. شاید تو هر تیمی 2 یا 3 یار تاثیرگذار وجود داشته باشه، حتی تیم بزرگی مثل لهستان، حتی تیم بزرگی مثل امریکا. اما تو تیم‌ها باور کنید که تعداد بازیکن‌های تاثیرگذار خیلی بیشتره. از همه مهمتر ما یه تیم دوم، یه تیم ذخیره خیلی خوبی داریم که خیلی تیم‌های دیگه ندارن. مثلا فرهاد قائمی، امیر غفور الان تو شرایط فعلی تو تیم ما ذخیره شدن، اما شاید تو تیم‌های دیگه‌ای بودن فیکس بازی می‌کردن. این یه تو مواقع میزبانی بهترین تماشاگر دنیا رو داریم. هر موقع از نظر روانی آماده بودیم، حتی تیم قدرتمندی مثل امریکا رو میتونیم 3-0 شکست بدیم. هر موقع شاداب بودیم، با انگیزه بودیم، چقدر هماهنگ و با صلابت بازی کردیم. هیچ تیمی شاید یه کارگردان، یه لیدر یا یه محور یا مدیر خوبی مثل سعید معروف ما داریم. یه تیم رویایی داریم، 10 سال زحمت کشیده شده تا این بازیکن‌ها به اینجا رسیده. اما از اینجا به بعد مسئولیت سنگینی رو دوش فدراسیون والیبال تک تک بازیکن‌ها، این بازیکن‌ها دیگه متعلق به خودشون نیستن، سلامتی به فکر سلامتی خودشون باشن، به فکر جسم و روح روان خودشون باشن. اما باید اگر می‌خوایم یه بررسی داشته باشیم چه اتفاقاتی افتاده، ما باید قبول کنیم که ما در گروه بسیار سختی قرار داشتیم. امریکا، لهستان، روسیه، هر کدوم یه قدرت در، یکی قهرمان المپیک بود، یکی قهرمان جهان بود، یکی قهرمان لیگ. این موضوع قبل از رفتن اصلا یه مقدار سنگینی میکرد رو تیم ما. آسیب دیدگی تعداد بازیکنای ما، نبود آقای سعید معروف که تو باشگاه روسیه بازی میکرد، دیر به تیم ملحق شد. در شرایط‌های سخت که ما باید ببریم و صعود کنیم، مثل بازی با لهستان، ببین هنوز اون تجربه لازم رو پیدا نکردیم. ما بازی با لهستان رو داشتیم، بازی دوم رو با استرس بازی میکردیم، چون باید میبردیم به بالا صعود میکردیم. پس هنوز اون تجربه در حالی که شما بازیکن‌های لهستان رو نگاه کنین، اون کوبی‌ها با چه حرارتی در برابر اون تماشاگر که هر بازیکن اینجا میومد سخت میتونست بازی بکنه، چقدر راحت. پس نشون میده اونا از نظر تجربه چقدر از ما هنوز به نظر من با تجربه پیدا کنیم، هنوز باید کار بکنیم. در گذشته هر تیمی که خوب حمله میکرد میبرد و ما این رو خوب اما حالا متوجه شدیم هر تیمی که خوب سرویس بزنه، خوب دفاع کنه. ببینیم ما به امریکایی تو امریکا باختیم که کریستیانسون پاسورشو میده 7 تا سرویس متوالی میزنه. پس این نشون میده تیم ما در دریافت در برابر سرویس های پریشی محکم، یا اندرسون شماره 1شون رفت 5 تا سرویس متوالی گرفت. آقای کارخانه جان رو خط تلفن ما باشید. آقای حمیدی، وقتی اسم معروف میاد، اسم موسوی میاد، اصلا اگر در یک بازی نباشن ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. آیا جایگزین پیدا کردن در این مسیر لیگ جهانی وظیفه یک کادر فنی و یک فدراسیون نیست؟ ببینید واقعیت اینه که بازیکن‌ها طول زمان ساخته میشه. سعید معروف که امروز آقای کارخانه و همه ایران و جهان ازش تعریف میکنن، از سال 2001 2002 عضو تیم ملی نوجوانان ما بوده. بازی نباشه ما دلهره داریم. بله، و اینکه ما پشتوانه بسازیم، اول بحث اینه که مربیان ما، کادر فنی ما به بازیکنان ما اعتماد داشته باشه. این که ما مطرح بکنیم لهستان 18 دوره 19 دوره در لیگ جهانی بوده، نمیدونم تیم برزیل 26 دوره در لیگ جهانی شرکت کرد، اینا ملاک نمیتونه بشه، به این دلیل که
آیا بازیکن‌های 26 سال پیش همچنان در این تیم‌ها بازی میکنن؟ اگه لیگ جهانی به تنها ملاک باشه، تیم ژاپن 24 دوره در لیگ جهانی حضور پیدا میکنه. ما یک بحثی رو که فکر میکنم در این دوره از مسابقات داشتیم و خودم به حال در لس آنجلس همراه تیم بودم، غفلت از مسائل ذهنی و تصویرسازی هست. من فکر میکنم که تیم ما در مواقعی که ذهنش متمرکز نیست به هم میخوره، کل تیم میپاشه. باید ببینیم که این مسائل ذهنی که عدم تمرکز به وجود میاره وظیفه کیه؟ آیا وظیفه آقای کوچ و دستیارانش است؟ آیا تیم ما نیاز به روانشناس داره؟ اینکه چطور آنتیگا که من شب گذشته خب اون بازی رو داشتم گزارش میکردم، چطور تیم میره که ست اول رو خیلی بد میبازه یک دفعه جمع میکنه؟ اینا مسائلی که من فکر میکنم برمیگرده به همون موردی که آقای افشاردوست اشاره کردن، اینکه ما بعد از این مسابقات باید بشینیم به جای تعریف زمجید زیاد که تعریف هم داره تیم ما، راه آینده رو ترسیم بکنیم. من فکر میکنم فدراسیون والیبال در کنار آقای افشاردوست که خب به حال ایشون کاپیتان تیم ملی ما بوده، از جنس والیبال بوده، بله، در کنار ایشون یک گروهی فنی تشکیل بدیم. دلیلی بر این است که ما در ایران نتونیم درباره تیم ملی نظر بدیم، آدم فنی نداشته باشیم. آدمای فنی داریم، این آدما بیاریم در جلساتشون بشینن نظراتشون رو بدن. شاید اصلا نظرات قابل قبول نباشه و شاید هم باشه. من فکر میکنم که یک تفاوتی که بین آقای کوچ وجود داره با آقای ولاسکو همین تقویت تصویرسازی بود و تقویت مسائل ذهنی. متاسفانه ما این دو تا فاکتور اگه باشه کمک میکنه که بازیکن‌های ما در نمایش‌های خودشون بهتر و کم ایرادتر اجرا بکنن. آیا افشاردوست، سوال پایانی نگاهش چیزی است؟ ما تیم بزرگی هستیم و در مورد تیم‌های بزرگ خیلی ها صحبت میکنن، ما غول‌های زیادی رو به زانو در آوردیم. فکر می‌کنید که الان استفاده از تجربه پیشکسوتان در دستور کار فدراسیون قرار خواهد داشت؟ ببینید، من میخوام یه نکته رو اشاره کنم، این که ما هنوز تیم بزرگی نیستیم، ما در حال تبدیل شدن به یک تیم بزرگ هستیم. نه فقط تیم ملیمون، کلا بدنه والیبالمون در حال پوست‌اندازی و تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های والیبال دنیا. دلیلی نداره که از حالا تیم خودمون رو به عنوان یکی از خوب‌های دنیا بدونیم، اما تلاش می‌کنیم که به اون خوب‌های دنیا برسیم. من میخوام که در واقع این نکته رو اشاره کنم که تشکر کنم از صحبت‌های بسیار خوب آقای حمیدی. واقعا یه بحثی و ما تو ورزش حرفه‌ای داریم به عنوان سرسختی ذهن، و این سرسختی ذهن تمام ورزشکارانی که در المپیک و مسابقات مهم و معتبر سالهای سال به آقایی کردن، کسب مدال کردن، در واقع به این بحث سرسختی ذهن و تصویرسازی ذهنی اذعان دارن. امیدوار هستم که ورزش کشورمون در همه بخش‌ها و همه رشته‌ها، علاوه بر در مورد والیبال، بازیکنامون به این بخش توجه ویژه کنن و ضمناً مربیانمون، البته من بحثم بیشتر مربیان داخلیمون هم هست، نه فقط بگم خارجی ها، اینها هم تو این بخش خیلی به لحاظ علمی خودشون رو آپ تو دیت کنن و در واقع قوی بکنن که بتونیم نسل‌های آینده رو به این شکل پرورش بدیم برای آینده والیبالمون. ما هم در واقع در حال بررسی کارها هستیم، ان شاءالله بتونیم که بعد از این مسابقه امشب که امیدوار هستیم با برد همراه باشه و در واقع بازی سختی هم است با توجه به این شرایط روحی و انگیزشی در بازیکنان، ان شاءالله بتونیم با برد همراه باشه و در واقع بریم به سراغ مسابقات دیگه‌ای که پیش رو داریم، قهرمانی آسیا و همچنین جام جهانی که برامون بسیار بسیار اهمیت داره. بله. یکی از اهدافمون این هستش که بتونیم تا اونجایی که میتونیم و امکانش هست، در واقع امیدوار هستیم که بتونیم در مسابقات ورلد کاپ یا جام جهانی جزء دو تیم اول باشیم. البته میدونیم این کار خیلی سخته، واقعا سخته این کار، ولی خب تمام تلاشمون است. امیدوار هستیم که با دعای خیر همه دوستان به این نتیجه را برسیم که در واقع بتونیم از حالا صعود کرده به المپیک باشیم. ممنونم از شما که با ما همراه وقت گذاشتید. سپاسگزارم. قربان شما، محبت خدا. متشکرم. آقای کارخانه، روسیه دیشب روسیه همیشگی نبود، شکست خورده از لحاظ بدنی و روحی بود. نگاه شما چه چیزیه؟ ببینید، روسیه که به همه باخته دیگه، تیمی که دیگه به همه باخته، مربیشو عوض کرده. در صورت حالا من اتفاقا بخوام از همین موضوع شما بخوام این رو بگم، ما روسیه قهرمان المپیک بوده، به این روز افتاده. در صورت مسابقه است دیگه. منم اعتقاد دارم تیم ما اگر میخوام از دو منظر و از دو بود بهش نگاه کنیم، یه بود ذهنی روانی، یه بود فنی، ما تو هر دو تا بود نوساناتی داشتیم. چه از بود ذهنی روانی نوساناتی داشتیم، چه از بود فنی نوساناتی داشتیم. اگر میخوایم این انتظار رو داشته باشیم یه روزی تیمی باشیم که بتونیم از قبل پیش بینی بکنیم، هنوز به اونجا نرسیدیم. چرا؟
چون من میدونم قبل از این که از نظر فنی قابلیتامون رو ببریم بالا، حرفه‌ای تر بشیم، به تکامل بالاتری برسیم، باید از نظر ذهنی و روانی قوی بشیم. هر موقع اینجا رو تقویت کردیم اینم زمان میبره، کار یه شبه نیست. ببین 10 سال زحمت کشیده شده تا این تیم رویایی به دست اومد، همینطور که آقای حمیدی گفتن. بنابراین باید یه مقدار حوصله به خرج بدیم، یه مقدار زمان به خرج بدیم. ما ظرف 3 سال اول حضور اون با الان بیام یکی بکنیم. الان تجربیاتمون چه بهتر شده، در گروه بعدی قرار داشتیم. لهستان قهرمان دنیاست، باید قبول کنیم. برای آینده ما باید به بدن تیمیمون، چون لهستانی از نظر فیزیکی از نظر بنیه‌ای از ما قوی تر بودن، پس ما به بدن تیممون باید همینجور بازیکن‌های قد بلند تزریق بکنیم. در آینده اینا رو تجربه قرار بدیم، یعنی این باخترا رو دیگه باید فراموش کنیم، فکر امروز و آینده اون. آقای حمیدی در کنار آقای آنتیگا مربی بود که سرمربی خودش بوده و در کنار آقای کوچ مربی بود که بعضی میگفتن حالا در حد مربی تیم ملی نیست. آیا فکر می‌کنید قبول دارید این نگاه رو؟ و اینکه مربیان داخلی ما آقای افشار اشاره کردن که شاید زیاد مدرن نباشه تفکرشون. من دقیقاً با نظر شما موافقم. و حالا تیم لهستان اگرچه قهرمان جهان شد، اون تیم را آقای آناستازی ساخته، تیم ما را هم آقای ولاسکو ساخته. آنتیگا بعد از مسابقه قهرمانی جهان 4 تا از بهتریناش از دست داده، ولی باز اومده با پاسور ذخیره‌اش تیم ما رو تحت فشار قرار داده. مواردی که آقای کارخانه عزیز اشاره کردن، بحث مسائل روحی روانی موردی هستش که کاملا مشخصه. بحث تاکتیکی هم اینه، وقتی یک تیم مقابل ما تاکتیکی بازی میکنه ما گیر میکنیم. تیمی مثل روسیه دست پاسورشو بتونه بخونیم، ساده بازی کنه، راحت دفاع میکنیم. ما در تیم خودمون بازیکن مدافعان وسطی داریم مثل عادل غلامی، سید موسوی که واقعا بازی کنن، یک دفاع کننده وسط مدرن هستن. اما وقتی مقابل تیمی قرار میگیره مثل تیم فرانسه که متغیر بازی میکنه، اوریب بازی میکنه، مدافعان کناری ما نمیتونن با مدافعان وسط ما جفت بشن. از اون طرف ما وقتی مقابل یک تیمی که خوب سرویس میزنه مثل تیم امریکا که در لس آنجلس خوب سرویس زد، اما اینجا کلا به دلیل اینکه اونا تماشاگر ندارن در مقابل تماشاگر ما کنترل رسیدشون رو در دادن سرویس از دست دادن. پارسال در مسابقات قهرمانی جهان تیم آلمان با سرویس ما رو برد. ما این مشکلات رو داریم، یعنی مشکل تاکتیک جایگزین رو هم داریم و به همین دلیل من فکر میکنم علیرغم اینکه سیامک مرندی خیلی خوب بازی کرد، باید یه لیبرای خوب فرهاد ظریف رو به تیم ملی برگردونیم. اگر بحث انضباطی است، اگه سوء ارشاد که سوء تفاهمی که بین ایشون و مربیشون به وجود اومده قابل حل هست. به حال مربی آقای ولاسکو اومده، سعید معروف با اون ابهت گذشته 1 سال گذشته کنار. بعد از اینکه سعید معروف برگشت، سعید معروفی شد که یک تولد دیگه داشت. ما اجازه بدیم بازیکن‌ها سرمایه‌های ما نصب بدن توسط مربیان خارجی. همین میخوام بگم آقای کارخانه، بعضی از بحث‌ها در این چند ماه اخیر بود که بعضی از بازیکن‌ها روی کوچ تاثیرگذارن، بر رول سلاقه ایشون تاثیر میذارن. آشان قبول دارین حرفو؟ من تا حدودی قبول دارم. یه جایی یه صحنه رو اصلا خود من دیدم که آقای سعید معروف بازی با لهستان رو بیرون به آقای کوچکو تعویض کن. این رو من هم تایید میکنم هم تایید نمیکنم. اینجایی که تایید نمیکنم، خود مربی ما اینقدر باید آگاه باشه، اینقدر باید هوشیار باشه، اینقدر باید تسلط در بازی و بازیکناش داشته باشه. ببینید ما یه تعداد بازیکنای بزرگی داریم با فرهنگ ایرانی. بازی گرفتن از بازیکن بزرگ هنره برای مربی. منم اعتقاد دارم آقای ولاسکو این هنر رو داشت. مربی ما مربی پرانگیزه، پرحرارت، پر جنب جوشه. اما اجازه بدیم با گذشت زمان، من اینجوری که از صحبت آقای افشاردوست متوجه شدم و صحبتایی که این مربی رو میخوان نگه دارن و از اون طرف اونجا که میگم رد نمیکنم این که بالاخره سعید معروف چون شناخت بیشتری از بازیکنای ما داره، سالیان سال در کنار این بازیکن‌ها بوده، حالا از بیرون یه چیزی به دیدش اومده گفته و مثبت هم بود و ما اون ست رو بردیم، تاثیرگذار بود. اما میگم من باید اجازه بدیم آقای کوواچ ما مربی پرانگیزه و پرحرارتیه، اما تجربه یه چیز مهمیه. ما چطور اومدیم تصمیم گرفتیم که گفتیم که آقای ولاسکو باید بیاد؟ چرا آقای ولاسکو رو آوردیم؟ گفتیم از اینجا به بعد ما توی عرصه‌ای وارد شدیم که با تیم‌های بزرگ دنیا باید یه مربی رو بیاریم که تجربیات بین‌المللی داشته باشه، اسم آوازش بزرگی داشته باشه، تیم‌ها رو بکشونه بالا، در میدان‌های سخت تجربه کرده باشه. اما سرمربی ما در میدان‌های سخت هنوز تجربه پس نداده. بنابراین یا ما حوصله به خرج بدیم، یا نقاط مثبتی هم داره.
منم معتقدم بازی تیم ما باید امشب هم تموم بشه، یک بررسی بشه. منم با آقای حمیدی موافقم، یه بدون حب و بغض همه باید دلشون برای تیم ملی بسوزن، اونایی که کارشناسن، اونایی که صاحب نظرن بیان بشینن صادقانه برای کمک کردن به تیم ملی، نه اینکه بیان نظر خودشون اعمال بکنن. منم با این ایده موافقم که ما باید همه کمک کنیم در راستای موفقیت تیم ملی. آقای حمیدی یه سوال ازشون پرسیدم، امیدوارم که بیشتر جوابگو باشید، اینکه مربیان خودمون آیا با دانش روز دنیا مچ هستن؟ ببینید ما 3-4 تا مربی رو گذاشتیم کنار آقای ولاسکو و الان همون 3-4 تا والیبال مدرن رو یاد گرفتن، الان بیرون زمینن. من فکر میکنم که هنوز مربیان داخلی ما یا اینکه فدراسیون به اونا اعتقاد نداشته اونا رو گذاشته کنار تیم، یا اینکه به اونا اعتقاد داشته، نمیدونم حالا چرا اینا بیرونن. ولی مربیان ایرانی تلاش کردن که درس بگیرن. فدراسیون والیبال چند کلاس توجیهی خیلی خوب گذاشته، ولی هنوز از والیبال مربیگری مدرن دور هستن. من با این نظر موافقم، اما تا کی باید این فاصله باشه؟ کنار آقای کواچ، کنار آقای ولاسکوف، کنار هر مربی که قرار بیان، مربیانو بذاریم که ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشه. امروز ما 4 تا تیم میدیم با آقای پیمان اکبری، 4 تا تیم میدیم با آقای فرهاد نفرزاده. اینا مربیان خیلی خوبی هستن. اگر به اینا اعتقاد دارین چرا کنار تیم ملی نمیذارین؟ اگر اعتقاد ندارین اجازه بدین 4 تا مربی دیگه هم رشد کنن، مربی بسازیم. فردا اومده یک اتفاقی برای مربی یعنی هم سطح لیگ جهانی در بازی مربی و کادر فنی هم داشته باشه. بله باید داشته باشه. من یک بحثی رو در مورد دخالت بازیکن‌ها، حالا به حال تلویزیون یه چیزایی رو نشون داده، همه مردم دیدن. همه مربیان بزرگ دنیا از کاپیتاناشون نظر میخوان، با کاپیتاناشون مشورت میکنن. سعید معروف بازیکن بزرگ حق ایشونه که در کارهای تیم با مربی مشورت بکنه، به شرطی که مربی بخواد. ولی این تابلو نباشه که شأن مربی از نظر اجتماعی زیر سوال. بسیار آقای کارخانه، نکته‌های پایانش رو میشنم در مورد در کلیت و بازی دیشب اگر نکته مونده. عرض کنم خدمت شما که منم در ادامه سوالی که از آقای حمیدی شد میخوام کامل کنم این موضوع رو. بله. اینکه در رابطه با مربی ایرانی، چون خودم یه مربی ایرانی هم سالیان سال برای والیبال این مملکت زحمت کشیدم، افتخارات زیادی دارم، وظیفه‌ام انجام دادم، افتخارات زیادی دارم که آوردم. تمام قهرمانی‌های اول والیبالم به لطف پروردگار من سرمربی تیم بودم. هیچ موقع مورد اعتماد قرار نگیره، ولی به مربی خارجی اعتماد و اعتقاد بیشتری هست. منم اعتقاد دارم. ما چطور رفتیم آقای بلاسکو رو آوردیم؟ ببین، به رزومه اعتقاد دارم، به تجربه هم اعتقاد دارم. ما تیممون در لیگ جهانی، در المپیک میخواد بره، حتما باید کسی رو بیاریم که تجربه میدان‌های سخت رو داشته باشه. یک مربی خارجی بیاریم که واقعا ما که بخوایم پول خرج کنیم بریم یه مربی بیاریم تاثیرگذار باشد. بله، من موافقم با این موضوع، ولی اگر واقعا برای آینده که ما نمیتونیم تا ابد مربی خارجی رو داشته باشیم، مربیایی که بهشون ایمان و اعتقاد داریم که میتونن در آینده کمک بکنن به والیبال مملکت، بیاریم بذاریم کنار دست، به جای اینکه الان آقای کوواچ 2 تا مربی اول و دوم خودش رو خارجی آورده. اینو ببندیم دست این مربی، بگیم بابا ما تو رو میاریم به این شرط که هم تیم ما رو هدایت کنی، هم مربی جوان ما بیان کنار شما تجربه پیدا کنن، آینده ما تیم به اینا بدیم. بله، متشکرم آقای کارخانه. ان شاءالله باز هم در شبکه ورزش آماده والیبال با شما همراه باشیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خداحافظی کنم. آقای حمیدی، نکته پایان شما، یه دقیقه جنبندی شما چه چیزی؟ برای خدمتتون عرض کنم که واقعا به بچهای تیم ملی، فدراسیون والیبال خسته نباشید میگیم. هیچ کس مخالف تیم ملی نیست. همه اونا که منتقد بودن به خاطر باخت بد به امریکا بوده و حق منتقدا بوده. الان که همه تعریف میکنن این تحسینه، اما فراموش نکنیم برای ساختن یک تیم ملی 4 سال فقط وقت میذاره. ما برای این تیم ملی داریم 8 سال وقت گذاشتیم. درسته بازی کنیم مثل میلاد عبادی پور، هم منظر همون پوست اندازی و بله اومده، ولی ببینیم ما بیشترین وقت و بیشترین فرصت و بیشترین صبوری رو خرج دادیم، دیگه بیش از این وقتی باقی نمیمونه برای این تیم ملی. ولی زندگی ادامه داره. بسیار متشکرم از آقای جمشید حمیدی. زندگی همچنان ادامه داره. سپاس از مصطفی کارخانه و محمود افشاردوست.